13 اپریل خانم فتو کهنسالترین گریلا در سیاره 69 ساله شد. زادروزش را آن روز در حلقه تماشابینان و کارمندان باغ جشن گرفتند، ولی چون سینش به یک جای رسیده است از چند درد رنج میکشد. فتو خیلی خوب است. به خاطر سن سالش هم هر صبح وقتی از خواب میخیزد یک درد سبکی را حس میکند، ولی بعد خوب میشود. او مثل مادر کلان این خاندان است. آمیرانه حرکت میکند و ما هم او را سراسیمه نمیکنیم. ما هم با صبرانه منتظر او میشویم، به سینش احترام میگذاریم. او صحت و سلامت به نظر میرسد، فقط کمی سست حرکت میکند. دندان ندارد، از این رو ما به او خوراک را پخته میدیم. حالش خوب است. در جشن زادروزش هم سبزواد پخته شده زیاد بود. فتو بغم درد دارد، از این رو با دشواری حرکت میکند. او را در خانه جدا از دیگر هم قومانش جای دادند تا کسی به او آسیب نرساند. سبب درازعمری فتو را از مسئولین باغ پرسیدیم. ما به همه جانوران باغمان خوب نگاه و بین میکنیم، ولی در مثال او ژنتیک هم نقش میبازد. مثل ما آدمان که بعضی عمری با برکت و خیلی خوب میبینند ولی دیگرها بر وقت جان میدهند. اسم خانم فتو در کتاب رکوردهای گینس همچون کهنسالترین گریلا در جهان وارد کرده شده است. در حیات وحشی عمر گریلاها از 30-35 سال بیشتر نیست و از همین خاطر فتو مثل هر پیرانسال دیگر با احترام فوق‌العاده برخوردار است.